رفیق من به کانال ارگ برتر خیلی خوش اومدی. امروز میخوایم بریم با هم پروژه ساخت یه دونه آهنگ رو خیلی شیک و مجلسی با هم استارت بزنیم. بریم برای ادامه ویدیو. همونطور که توی ویدیوهای قبلی بهتون گفته بودم، برای شروع پروژه نوازندگی یا هر چی که اسمش رو میخواید بذارید، اول وارد بخش منو میشید و از قسمت اوپن بارگذاری یک ست اینجا میای بیرون، میرید توی بخش ست و یه دونه ست حالا بارگذاری میکنید. حالا ببینم من چه ستی میخوام برای شما بذارم و چه آهنگی بزنم. من یه ستی که خیلی معروف آهنگاش و آهنگای پاپی که هممون شنیدیم رو میخوایم ازش استفاده کنم. پس بنابراین اون ست رو من بارگذاری میکنم و شاید واسهتون عجیب باشه که این ستی که پاپ هستش چرا توی پوشه عربیه. خب این فکر میکنم یه چیز شخصیه دیگه، خودمونی. اوکی آقا وای میستیم تا این پروژه ما بیاد بالا، یه دمو از کار بشنویم. خب اوکی، الان ما یه نمونه صدا از این ستمون میشنویم. به نظر که صدای خوبی داره این ست، اما ما میخوایم یه به قولی زیبایی خاصی داشته باشه و نزدیک با آهنگ‌های پاپ باشه. بنابراین ما پرده آهنگ رو یه خورده ببریم بالاتر و یه ساز دیگه انتخاب کنیم. این ساز به نظرم خوبه. حالا برای اینکه مثلا بخوایم اون قسمت آکورد خودکارش که توی ویدیوهای قبلی به کسانی که دوره رو تهیه کردن توضیحش رو دادم، اون قسمت رو روشن میکنیم تا ما تفاوتش رو ببینید. نگاه کنید، این ریتم خالیه، لا 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 لا، نگاه هیچی نداره، اما ما اینا رو روشن کنیم خیلی خوشگل. دیدید چقدر فرق کرد؟ به همین راحتی. خب بعد اینکه این تنظیمات رو فعال کردیم، حالا اگه شما این دوتا قسمت رو فعال کردید و زدید دیدید این خروجی رو نمیده، این یه قلقه، یه فوت به قولی کوچولو موچولو داره که هنگامی که دوره رو تهیه بکنید اونجا بهتون توضیح میدم که این قلقش چیه. خب بالاخره فوتوفنا رو باید توی دوره ها یاد داد، نه توی ویدیوهای عمومی. خودت از من بهتر میدونی. اوکی آقا ما ساز انتخاب کردیم، اینم از ریتممون. به نظر شما تغییری توی ریتم ایجاد بکنیم یا نه؟ به نظر من که اوکی. حالا میمونه انتخاب کنیم چه آهنگی رو بزنیم. این هم آهنگ پاپ، بریم ببینیم چه آهنگی رو میشه زد. بخوام یه به قولی تعریف بسیار مقدماتی از چگونگی نوازندگی خدمتتون ارائه بدم، اینه که ببین من این آهنگ رو از این کلید شروع کردم، یعنی از کلید ر، این کلید. حالا من هر آهنگی که دارم میزنم وقتی که این آهنگ تموم شد دوباره باید برگرده به همین کلید. چطور؟ گوش کنید. دوباره برگشتم سر همون کلید، خیلی راحت. بس آقا از هر کلیدی که شروع کردی برگرد به همین کلید. این نکته اول نوازندگی رایگان تقدیم تو شد. خیلی هم راحت. حالا اون آهنگی که می‌خواستیم بزنیم رو ببینیم چه آهنگی میشه زد. یا من یادم افتاد خیلی بزنیم. آهنگ ترکیبی از دو تا آهنگ بود. هر کی اگه تشخیص بده این ترکیب کدوم دو تا از آهنگ ها بود توی همین کامنت این پست اگه واسه من بذاره، همین ست رو رایگان تقدیمش میکنم. آقا دیگه بهتر از این میخوای؟ ست دیگه 200,000 تومان پولشه. اگه درست حدس بزنی که این آهنگ که زدم از ترکیب کدام دو تا آهنگ بود، من این ست رو خیلی رایگان تقدیم تو میکنم به همین راحتی. پس این بود از پروژه آماتور در نوازندگی. آماتور که میگم منظورم اینه که برای مبتدیا بود
و امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما کانال ما رو لایک کنید، نمیدونم ساب کنید، شیر کنید بین دوستانتون، این چیزایی که همه یوتیوبرها میگن و ما هم میگیم. امیدوارم حالتون خوش باشه. خدا نگهدار.